تنظیم نیاز. یه عاشق بی‌غایب تو دریا، چشماشو میبنده تو رویا. من عاشق بی‌غایب تو دریا میمیرم، چشمامو میبندم بی رویا میمیرم. میرم آسوده میشم ازش، واقعا میرم میمیرم. جشن تولد مرگم و برای تو زیر آب میگیرم. یه زیبا نگاهش به موجای عاشق بی ساحل تو دریا. دریای دریا من امشب میمیرم از عشق یه زیبا. من امشب میمیرم آسوده میشم از عشق، میرم میمیرم. جشن تولد مرگم و برای تو زیر آب میگیرم. نفس آخ من برد جای عجیبه به گذشته، به آینده، به حال. اینا رو گفتم بچه هست الان زنده. از وحیدشون آوردیم، چیزای باحالیه، قرار فقط از روش رد شیم، بعد دیتیلشو حتما به یه شکل ویدئویی باحال براتون میفرستیم، یعنی منتشر میکنیم اینستا و یوتیوب. من یه چیزی نشون بدم، اینا مال کنم مثلا 20 سال زندگی منه، حالا چیز مهمی هم نیست بالاخره دیگه. این نگاه اینجا برنامه شده میگیری؟ بله. سال قبلش به رئیس یعنی رئیس جمهور سال آخرش بود مثلا 84. بعد من اصلا نمیدونستم مهمه چی مال چرا بود. اون روز از شمال موندم، نه که بخوام نیام. بعد یکی از وسط برنامه زنگ زد به من، گفت میدونی کجایی؟ گفتم اینجوری نیستم. گفتم فلانی بگیره. گفت میدونی چیو از دست دادی؟ فکر کردی اینجا یه جای کلاس؟ گفتم نه من شمالم. گفت آره خلاصه این مال اونجا بود. بعد بگذاریم زود ازش. سری شعر تو اینا حفظ می‌کردیم، انگار اون تقلب بوده. خارج از درس دیگه، خارج از درس یعنی که جمع جور میشد اگر میدیدن. آره ببینیم چی دفترچه کوچولو به فال میدیدیش. چند تاشو گرفتن گفتم گاهی که کشون ندیدم.
بعدا دیتیلش رو باحال بود دوخنش اونا اون نشان، یعنی در واقع طلا یا آب طلا یا نمیدونم، الان طلا گرون شده، آب طلا باشه گرونه، اینا اینه دیگه. اون به قول بارانا ایتالیان وومن، ببینی گردنش همینه. اگه میتونی بگی برام سمتش پارسا بگیرید که تو لایده چی رو بگیرم؟ اون مدالی که گردن اون مدال همین کاغذ است. گفتم بذار کامل یه جا دیده بشه. این حد فاصله بین وحید تا بنیامینه، اون لحظه است. میگه مثلا من متوجه نبودم، اون فکر میکرد که مثلا من کلاس گذاشتم. خب صدا خوبه پارسا؟ اون طرف دوستان که از توی سالن زنگ زدن، اون هنوز من نمی‌دونم کلاس چیه، مثلا چجوری دقیقاً کلاس میزنن. تازه وحیدشون بنیامین شده. خب عکس بچه نمیدونم چی هم نمیارم بالا، مثلا کسایی بخوان دیده بشن یا نه. مثلا یه دونه خیلی لباسه رو نگاه کن، یه دونه میارم نخندیم نکس. بابا آخه چیه بنویسم اسمش؟ امرجی بود، حسن امرجی، محمد حسن امرجی. با هم شما ببین این اولین بار شعر چیز رو برام خون، این جزیره منم تنها در این. من نشیده بودم صدای خواننده رو، نشیده بودم اصلا آهنگرم نشیده بودم. بعد دم دریا این حسن امرجی رفتیم شمالی بود، هم کلاس هم بوده ولی اصالتا شمالی. این مثلا هم وحید رو دیده هم بنیامین رو دیده، یعنی چون اینا مدرسه‌ای بودن من و وحید قطعا میشناسم، این هر دوتا رو میشناسم. بعد این شعره رو برای من خون، خیلی بد خون، اگه میبینی منو معذرت میخوام. یعنی خب بد خون، خواننده نبود که، منم نبودم، ولی اون بعد من از لابلای خوندن این چیز ملودیه رو گرفتم که داره چیکار میکنه. بعد برای یکی دوست مشترک دیگه من خون، بعد تعریف کردم هنوز نشیدم، گفت بابا بیا گوش بده دیگه. گذاشت گوش دادم دیدم خوبه. والا یه جالب بهت بگم، اون میگه میتونه اینجوری بخونه، گفتم نه یه چیزایی میخون، شعر رو خوندم. گفت تو چجوری نشنیده اینو داشتی وقتی میخوندی قبل از اینکه پلی بشه؟ گفتم همون اندازه‌ای که اون میخونم میفهمیدم که نوسان ملودی چیه، حالا بدون ساز. از چیز نیاریم بیرون، از موضوع. اینو گرفتی؟ متاسفانه گرفتی، کاش نمیگرفتی. چرا اینجور موقع لایو قطع نمیشه؟ مثلا تو جعبه یه عکس گرفته میخوای حتما نشون بدی و قطع شد. یه خیریتی میخواد حتما این باید نشون بدی. اینم که اون چیزه، یه دونه عکس گذاشته بودن که هفته پیش من نشسته بودم اینجوری تو موبایلم، نمیتونم بعدا استفادهش کنم. این عکس گذاشته بودن کنار عکس هفته پیش، اصلا چیز بود خیلی، یعنی فرم نگاه و اینا انگار هیچ تغییر نکرد، نه که خودش چیز نشده بود، انگار این تازه داداش بزرگه اون بود. من نمیدونم تو چه دوره وقتی بوده. آقای اسفندیاری میگفت این مجنونه، گفتم خیلی آره دیگه. این ببین واقعا خرابه ها، اینا کسی یه آدم دیگه است، من ولی میشناسمش. یه چی داریم چیزای خیلی باحالی که من اینا رو میگم نمیخوام الان توی اون لایو اصلی که قطع میشه داشتم یه جا میگفتم، بعد گفتم بچه اصلا لایو قطع شده، من داشتم همینجوری ادامه میدادم. اون اصلیه که قطع میشه دیگه، حالا خداحافظی هم نداشتیم، ولی بعد که دوباره یه لایو میگیریم برای خودمونیات طوره و یه چیزایی که شاید همینجوری نخواهیم بگیم، اینجا خب راحت‌تر آدم میگه و انگار برای کسایی که هنوز مثل من خداحافظی و خوب بلد نیستن. مثلا شعر چیزه اینا حالا نگید دیتیلش، خب این همون شعر است که کی داشتی میگرفتن همه اخنی. آره این اون شعر است، نمیشه اینجا وحید رو حالا امضا کرده، شعر رو بندن خود شعر نباید میگاش کنم جز معنی چهره ناجوره.
اینجا وحید بهادری امضا میکنه. پنجشنبه ساعت 1 بامداد 1380 18/11 همین چندمه؟ تا همین بهمنه. آره همین 6 روز دیگه تا همین. چند سال گذشته؟ 80 22 سال. آفرین 22. خیلی خوب. 22 سال. خب از اینا وقتی که سیامشق یه شعری رو آدم مثلا نگه داره، بعد خب شعر میزون شده 6 بیت یا مثلا غزل اگه بوده باشه یا چند خط میشه، بالاخره شعر چند خطه، حالا چه بیت چه مثلا سطر، ما میگیم چند خط شعر. این چند خط شعر بعدا مثلا کامل شده، خوندیم 100 بارم 100 جا خوندیم، ولی وقتی که سیامشقش رو پیدا میکنی که چه کلمه هایی تو اون لحظه اول بودن و اینا، این خودت یه شناخت بهتری از خودت میرسی که ببین مثلا اینجا داشتم شعر میگفتم، اگه کسی مثلا حتما هستن کسی که میخوان شعر بنویسن و بگن، غزل میگفتم شعر میگه، قافیه ها رو همینجوری از تو لغتنامه قافیه در آوردن ببینی پارسا کنار هم نوشتم، با اینکه اصلا این خطرناکه نشون دادن اینا، چون یه خورده کار آماتوریه که تو برمی‌داری قافیه ها رو یادداشت میکنی، دیگر می‌داری اینجوری میکنی، خب مثلا این شعر از آخر شروع میکنی شعر گفتن، بعد یه مدت قایم میکردم مثلا، بعد من گفتم چه فرقی میکنه واقعا، اصلا چه اهمیتی داره که این چطوری داره نوشته میشه، هر جوری که نوشته میشه اون خروجی خیلی مهمه. اتفاقا اینکه آدم راه درست رو بتونن ببینن اشکالی نداره. یعنی من بهترین غزلامو اینجوری گفتم که وقتی کسی اون موقع میپرسید که مثلا قافیه ها رو چطوری بزنه دیگه میگفتم میگه اینجوری دیگه، بعد ولی اینجوری بود خیلیش. اینا رو نشون میدیم تا جایی که بشه. دیگه یه سری نامه هایی که گرفتیم و سری چیزای اینا رو مثلا میشه استوری کرد اگه کسی دلش بخواد ببینید. مثلا بعضیش مقاله هایی که اون موقع در مورد موسیقی و آهنگایی که داره میگه، مثلا سال 82-83 برای یه شرکت فرهنگی هنری داشتیم گزارش تهیه میکردیم که الان چه موزیکایی قراره بگیره. دقیقا خودمون هم داشتیم تو استودیو ریکورد میکردیم. اینجا نوشتم سایران، خب اشکال نداریم، این موبایل فرید بود، سایران داشت. خب سایران ببخش من خاطر تعریف میکنم، چی کوش امیر امیر آفرین میگفت سایران داشت و مثلا میتونستی پیغام بذاری. همه موبایل ها تقریبا نداشتن، این داشت. هیچ وقت اگه منو میبینی چیز باحالیه، هیچ وقت تلفنش رو جواب نمیده. چند روز پیش پرسید کسی هست که تو الان زنگ بزنی جواب نده، و دوباره فرید هیچ وقت همین الان میخوای زنگ بزنم جواب نمیده. هر شما هم زنگ بزنید جواب فرقی نمیکنه، همیشه تو جواب ندادن سایلنت. بعد من توی دانشگاه خب یه کلاس 3 ساعتی یه بار تعریف کردم، الان نمی‌کنم جزئیات بگم. یه کلاس 3 ساعته اول کلاس یهو تو ذهنم اومد دنیا کلاس تا نداره. استاد پیرمرد فکر می‌کنم خدا بیامرزش، خیلی سال پیش خیلی هم پیر بود من دیگه اسمشون یادم نمیاد. بعد خیلی هم اخنو اینجوری و یعنی اصلا هیچ اجازه مثلا برم یه لحظه بیام انقدر اونجا ازت سوال پیش میکرد جلو همه که منم اکثر کلاس، یعنی اکثر که خودم فکر کنم با یه نفر دیگه تو کلاس پسر بودیم، بقیه همه دختر بودیم، میشون جلو صورت خودش اینجا که داره درس میده و یکی دو تا پسر گوش بده. بعد همونجا به ذهنم رسید آقا من چجوری اینو حفظ بکنم توی سکوت. خیلی اوضاع وقتی ما اینجوری مثلا فکر کن سکوت یه کلاس خیلی
ساکت و مثلا کن داره پیش میره، مباحثی که اصلا خیلی دلت شد نخواد، خب هیچ بیرون نمیتونی بری، تو مخت هی داری میخونی. موبایل هم نداشتی مثل شما که الان ضبط بکنی یه لحظه 2 ساعت و 45 دقیقه چشتون روز بعد نبینی. من اینا سوالم پرسید فکر کنم جواب میداد، اینجوری نگاش میکردم که از من سوال نگه یا حواسش نیست، همینجوری همش به چش استاد نگاه میکردم. اومدم بیرون، جالبش اینجاست، خودم یه دونه نوکیا اینا رو هم آوردم نشون میدم، نوکیا 3310 نه این نبود، اینجاست اگر اونو باز بکنی 3310 داشتم، 3310 بود. آره پایین بله. آره گفتش که چیزه زنگ زدم، گفتم الان به فرید زنگ میزنم، این که جواب نمیده دیگه، آخراش میدود داشت یادم میرفت. خب این از این نه یکی دیگه اونو بدین خودم. الان موبایل یه بخشش وحیده، یه بخشش بنیامین. این خودشه این موبایل کجا؟ حالا الان پیدا میشه اینجا یه کسی که اینو پیشرفته از این بچه‌های اعتراض باید ببینیم که علاقه‌منده. یه دونه دیگه بود تو همین مایه ها مثلا الان دیدیم از این هم خود قدیمی‌تر آبی همین شکل، این شکلی نیست. دیدین شما کدوم ما رو میگن؟ 3310 این نیستش که. آره اون 3310 اون خواهش هیچی نداره، فقط میشه باش زنگ زد، یه تکسای چیز داره ساده داره. حالا دیگه الان برگردی به این کار نمیتونی بکنی. اتفاقا به نظرم برگردی به این الان کار میشه کرد، چون زیاد کاری نمیتونی بکنی اتفاق خوبه میفته. آدم با این هی غلط اضافه میکنه. جدی میگم. آره تصمیم گرفتم دوباره برم زنگ زدم به فرید، گفتم الان جواب نمیده، یه پیغامگیرش ضبط کنم و خلاص میشم. میدونستم آهنگ خوبیه دین یا بردش جانم، گفتم تو هیچ وقت جواب تلفن رو نمیدی. الان گفت چی شده؟ گفتم قطع کن جواب نده لطفا. قطع کرد و زنگ زدم دوباره روی پیغامگیرش اینو خوندم، بعد قطع کردم و گفت چی بود و گفتم گوش بده بود، خوشش اومد. اینجوری بود که رسیدیم به این ماجرا. آهنگ رو بخونی؟ چیکار داشتی میکردیم از شما رو حواسم پرت کردیم؟ خاطر بازی. اینجوری آدم تو خاطر پرت میشه، میره از یه جای دیگه سردن میره. اینجور چیزا رو وقتی من باز میکنم همیشه یکی دو نفر همراه ما هستن. تنهایی باشه ممکنه یا غرق بشی خودکشی کنی، مثلا از گرسنگی تشنگی چیزی بیافتی تو تن. جدی میگم یا غرقت میکنه. الان این موبایلا رو دیدم دیدم این چه مثلا این چقدر حامل پیام دوست دارم میده به نظرتون؟ شما میدونید حالا دیگه الان موبایل بازی که نمیکنید ولی این اولین باری که این میشه فکر میکنم، نه اولین آیفونی که ما داشتیم یه همچه چیزی یعنی یکی از این دوتا. کدوم هم افتره؟ اون قبلی تره. خب کدومش؟ نه این هم نه آفتاب بیشتر. آره حالا خلاصه من بعد اون دوستم که میگفتش که میخواست آیفون معرفی کنه، گفت ببین ماشین حساب، از ماشین حساب شدی که خوش بیزنسمن بود، از اون ماشین حساب نمیدونم دفترچه تلفن مسیج ایمیل کامپیوتر همه جمع میشه میاد بیره تو یه دونه موبایل. بعد اینو دارم معرفی کرد، گفت اینو بگیر. داشتم میرفتم امریکا. ببین اینا اگه کسی کاست دیده باشه اینا رو هم دیده. بعضیشو بعد از اینکه من نبودم ظاهر خوندن یا تا موقع چیزی ازش خوندن به دلایل مختلفه. حالا فقط یه چیز نیست. خب
خب اینا رو هم نشون میدم دیگه. قرار خیلی بگذری 5 دقیقه شد دوباره 20 دقیقه. خیلی چیزای باحالی هست. اینا رو همه رو دونه دونه یا اگه میذاریم یه جایی استوری میکنیم ببین حتی من انقدر جمع کردم که کارنامه توصیه نامه تحصیلی خواهرم هم اینجاست. یه دینه تو زندگیش کنم مدال ورزشی داره خیلی هم مهمه و مدال بسکتبال اونم من نگه داشتم. یعنی نه که من جمع کرده باشم داشتم مینداختم یه جایی که پیدا نمیشد من این دستی گرفتم میگشتش. حالا اونم به خودش باید برگردیم. اینم اولین باری که Wi-Fi connected. آفرین. اولین باری که داشتیم برای آلبوم 85 عکس گرفتیم و اتوت زدیم و من قبل از این تقریبا عکس حرفه‌ای تو آتلیه ندارم. برای تو آتلیه هر وقت رفتم برای یه عکس پروفایل رفتم مثلا شناسانی جدی میگم. کی گرفت؟ مهدی ماکان میشناسیش؟ مهدی ماکان کارش خیلی خوبه. دفعه بعد که یه دفعه بعدش مثلا چند سال بعد برای آلبوم سوم صداش مثلا ازش خواستم که بیاد اینجا و حرف بزنیم فکر کنم خیلی چیزه مثلا آهنگا گرفته بود حال نمی‌کرد که ولی خیلی پوستر رو خوب زده بود. این پوستر هم همینجوری بی‌حال و انگار آدم‌ها دوست داشتن اون موقع. فکر کن تازه رئیس جمهور عوض شده بود دوره بود که یهو احمدی نژاد اومده بود اولش اصلا یهو گفتن بگیر و ببند شهید یادتونه بعد اینا آهنگای آلبوم 85 دنیا دیگه مثل بود این موقع دقیقاً یعنی 1-2 ماه بعد از این همه تو استودیو اصلا ناامید روزا می‌اومدیم کار نمی‌کردیم چه اتفاقی افتاد دیگه حجم از مدیا داشت اینا تبلیغ می‌کرد حالا چه واقعی بود چه دروغ برای به ماها واقعی می‌رسید چون گفتن آقا میان استودیوها رو می‌بندن فلان اصلا آهنگا رو ول کرده بودن هیچکی یعنی نیما بار اساسا مثلا صبح تا شب میومد یه 5 تا دستش به کلاویه نمی‌خورد یهو آهنگ اومد بیرون از جایی که ما نمی‌دونیم هنوزم اصلا نمی‌دونیم چی چون چند تا نسخه از یه آهنگ دنیا دیگه مثل تو نداره و ساعت دیگه مثلا یکیش دست من بود یکیش دست نیما بود یکیش هم دست یک دوستمون دوست نیما هم از من سیدی رو زدن که نمیدونم کی کجا هم نیما رو ماشینش مثلا یه هفته بعد سرعت داره از اتاق رژیم راجع به سرعت یه هفته بعدش ماشین نیما رو دزد و سیدی هم اونجا بود تمام سیدی ها رو هم یارو طرف بود موزیک باز بوده دزده بعد حالا از این طریق اومد بیرون فکر کن اگه به ما بود هیچ وقت به فکرمون نمی‌رسید که تو اون دوره ناامیدی و کاملا کسادی همه چی آهنگ بخوایم منتشر بکنیم به هیچ وجه اصلا به فکرمون نمی‌رسید ولی یه آهنگ اومده بیرون یهو پک شده با این ازش میگیم بچه اینا رو باید ببریم پایین همه رو نشون میدن خب خودت
آره نه این شاد مهرازم خودش نگاه کن ببینید نمیتونه قلبمو بخونه بشمونه تو کدر خیابونه که منو به تو میتونه برسونه بچه مثل اینجا بچرد یه مبلا من ببرد بدین عقب یه 45 دقیقه تایملاین پارت موزیکو اینجا بکنید اشکال نگیرم چیز کنیم نگیرم آره الان یه شب اینجا پارتی گرفتیم منو به تو میتونه برسونه یه آهنگ دیگه هم بریم مثلا توی 88 از این وایس ریکوردرها کشیده ببینم تو زندگی از این وایس ریکوردر دیدی؟ آره شما دیدی؟ این توش خیلی چیزای عجیبی داره حالا نه عجیب مثلا برای خودم یکی از اون چیزای باحالی داره هست توش وایسایی که خودم خیلی دوست دارم 3 ساعت مصاحبه دقیقاً همین ماهی که داشتم میگفتم آهنگ اومد بیرون شهریور ماهش مهما اومده بیرون یعنی قبل 1-2 هفته قبل از اینکه دنیا دیگه مثل تو نداره بیاد بیرون مصاحبه دانشجویی گرفتم از استاد منوچهر نوذری بعد توش 2 تا دیگه از استادای دانشگاهمون هم هستن 3 ساعت اینجا مصاحبه شنیده نشده هست اینو میذارم تو تایملاین تو اپلیکیشن یکی از اون چیزاییه که میره تو تایملاین بعد ایشه خواهش کنم این ببین عقب این وسیلاتش نره مهدی بیا عزیزم تو چیزی تو سرچی؟ آره چی سرچ کنیم الان از آهنگای قبلی بس ببینیم مردم چی میگن رفقا بگیم بذار من بیام ببینمش میشه آره نور برشی بخونم عاشق شدم کسی دلم رو نخونه اگه بدونه میدونم دیگه با من نمیمونم عاشق شدم کاش ندونه دست دلم رو نخونه اگه بدونه میدونم دیگه با من نمیمونم دل من گیره اگه بدونه میذاره میره اگه بدونه دیوونم کرده میره و میگه بر نمیگرده عاشق شدم کاش خیلی لیلی در پاییزه دیدم عاشق شدم دل با قسم گرفته راه نفسم دل کاره دارم که بهش میرسم نمیرسم چرا رو میبری اینجا اینا اصلا ما چیز ندارم خودم خوندم یا نخوندم جا بگو چی میخواست آشوب آشوب الان داریم میبینیم خیلی لیلی در پاییزه دیدی هر که هر چیز داریم دست از سر من برمی داره بلا سرم میاره اما خودش خبر نداره دستم اگر که رو بشه دلم بیا به رو بشه رازم بگو بشه عاشق شدم کاش ندونه دست دلم رو نخونه اگه بدونه میدونم دیگه با من نمیمونه عاشق شدم گرفته راه نفسم دل دارم که نه ولی الان یه رفتم تو تنظیم ویولون نیما
میخوام یه چیزی بهش بگم. این من چند میزن باید یه آهنگی گام دقیق نیست آقا، گامش سی مینور و اندیه. میدونی چرا؟ چون پیچ شده یه جا صدا دیگه نتونستیم برگردیم به موج. چرا استفاده کردیم؟ اعشار داره. صدا میاد پاسا 10% تا پایان شارژ. اون خیلی پوست کلفته موبایل اون تازه از 10% 100% تو دل شارژ آزاد میگه. نگران نباش، تا حالا خاموش نشده فکر کنم، یعنی از بیشارژی ها خیلی درخواست اجرای کنسرت میزنم. خب داشتی میرفتیم یه همه کنسرت چی بود؟ من باشم میارم بر میدادم، جا کمه ولی گرمه ازش. مثل لیلی توی پاییز، مثل پاییز توی کوچه، مثل کوچه زیر بارون، مثل بارون روی شیشه. تو خودش بی خودش، تو خودش بی خودش. باید آروم اینجوری بچرخیم، فایده نداره. اینم بزن بره عقب. خب مثل گریه توی پایی. جانم بگو عزیزم، به من بگو. خواستم بگم همه با هم بچرخیم. همه با هم میچرخیم، همه با هم بچرخیم. این سرعت خیلی خوبیه. این ببین مثلا الان شروع کردیم یه آهنگی رو که شما بلدین، حالا اتفاقی مال منه. خب اون آهنگ که تو لایو قبلی بود که مال من نبود، داریم میخونیم داریم میچرخیم. خب و میچرخیم. فکر کن الان هر کسی میتونه الان مثلا تو هر دوره همی این کار انجام بده. مثل منم چند تو سیمینار شاید راحت تر اینجا بکنم. مثل گریه توی پاییز، مثل پاییز توی کوچه، مثل کوچه زیر بارون، مثل بارون روی شیشه. تو خودش بی خودش، تو خودش بی خودش. مثل اسمت روی قلبم، مثل هدیه توی دستم، مثل اون حالی که داشتم وقتی هدیه رو میبستم. تو خودش بی خودش، تو خودش بی خودش. مثل ما. اینم دقیقاً از اول این چله مهمون ماست تقریبا، فکر کنم از هفته اول یا هفته دوم اومد اینجا گفت اوضاع خرابه، من خودم بهشون برسونم. مثل ما وقتی گریهش میگیره، مثل گل وقتی از دست تو میره، مثل من که نمیای و میره. مثل تو خود عشقی خودش. مثل ما، مثل تو، مثل عشق، مثل من، مثل عشق، مثل تو خود عشقی خودش. مثل لیلی توی پاییز، مثل مجنون زیر بارون، مثل بارون وقتی آروم آروم میشه عاشق. تو خود عشقی خودش، تو خود عشقی خودش. بعد چیه؟ تموم میشه اینجا آهنگ. خب
پارسا یادت باشه یه دونه این بند داره، بندرم آویزون کنی اگه قراره اینجا بزنیم. خب یا یه دونه پایه اینجوری بگیریم واسش. دیگه داریم از قدیم. بریم تو جدید. الان همه میگن نه قدیمی ها خوبه. بریم خودی کار جدید بخونیم. شما رو نمیگم آقا پارسا، شما که خودت تو جدید ها هستی میگی آره ببینم اونجا چی میگم. راش میرفت بروی قلبم بزن تکیه بده بشونم تو این مسیر دشمن. اگه منو نمیخوای حرف دلم رو گوش کن، فقط برای یک بار بعدش خدا نگهدار، بعدش خدا. تنهایی خیلی سخته وقتی چشم بره آخه، وقتی که شب سیاهه، وقتی بدون ماهه. تنهایی خیلی تلخه وقتی که شب تو هستم، تنها میمونه دستم با این دل شکستم. دلتنگی پیش خودت نگهدار، الان که تنها شدی منو احسان قابو خالی داری میری نمیخوام وقت تو رو بگم. این حرف آخر من دوست دارم، دوست دارم میمیرم. تنهایی خیلی سرده اگه نیایی تو خانم، وقتی تو مستقام تو هم ندی جوابم. تنهایی خیلی سرده وقتی پیشم نباشی، آتیشم نباشی، بیدارشم نباشی. تنهایی خیلی سردمه. مرسی خیلی عالی. هنوز لایو هست باورم نمیشه قطع نشده؟ نه هنوز با انرژی خیلی زیاد و استفاده کنم. چون من این شومینه رو کم کنم. الان که من آمدم بالا کسی شومینه رو نمیگیره که این شعله رو برای قشنگیش میگیرم، وگرنه اینجا خیلی گرم شده. ما هم بریم آروم آروم میچرخیم اینجا انرژی تولید میکنه بی خود به خود. یعنی برای چیزم خوبه، مصرف انرژی هم خوبه چیزی که من الان دارم اختیاری نیست وگرنه بی تو نفس حبس میشه، جایی نیست. دلم بارون خواد با اون چشات بریم از شهر بیرون یکم، نگات کنه جایمون زیر یه چتر شجاع. گفتی میای از یادم نیومدی، خود تو ذوقم باز کردم نیاوردم باز کردم. میگردم آره ببین تو تایملاین تو وقتی از اپ پخش میشه تو هم همین مثلا یه مهمونی الان بریم میشه من میگه که چی گفتی میای از ذوق مردم نیومدی، خورد تو ذوقم بغض کردم، بروم نیاوردم باز کردم، بروم نیاوردم. گفتی میای بگو گفتی میای از ذوق مردم نیومدی، خورد تو ذوقم بغض کردم، بروم نیاوردم بغض کردم، بروم نیاوردم. گفتی میای از ذوق مردم نیومدی،
خورد تو ذوقم باز کردم بروم نیاوردم باز کردم بروم نیاوردم. بریم حالا میخواستم اینو بگم، یعنی میشه خوند هی باز کرد اگه موزیک رو دارم خطی وسطش هم میزنم بعدش کاملش هم میزنیم مخیل نیستی که مال خودتون. نبودنت گریه داره نگو نداره نبودنت آخه چرا نباشه دوست داشتی زیر بار دستتو بگیرم حالا این چشمای عشقی چجوری ببینمت به حال من به سادگی به گریه کردنم وقت خداحافظی چجوری نبینمت چجوری بگم بهت چجوری دوست دارم چجوری چه روز خره اگر گفتم در آغوشم نگیری بابت این است که از پیچیدن آتش به دور میترسم. نگو که میرم منو نترسون از رفتن اینقدر آسون حرف نزن نگو که میرم نگو میرم آخه به جز تو باکیه این دلم آروم میگیره دل من آروم باش کاری کنش که من دارم میمیرم کاری کنش که من آروم میگیرم عشقم یه کاری کنش که آنجا بزن کنید پاسه بنده بی تو میشه با تو زندگی کرد با تو میشه بدون مقصد عشقه فرار عشقه بیرمیدن صدام شد همه چی خوبه توی تو همه بسط قلبم اگه نزدیکی اگه دوریم از هم دیگه نیست فاصله دیگه ما هم نه عشقم یا فکر کن فاصله ها رو آخر من اگه تو نباشی با من هی مریضم هی سرگیجه در
رفت دلم آتیش و تنم یخی تو دیدنم میان کی بگو که پس کی بزنیم به جاده عشق من نمیدونم چطوری شد اگه هرچونی روزه یه خوی شد کیارستمی بگیم صدا این حافظ آقای کیارستمیه. این جزء کتابای این امضای کیه؟ امضای آقای شجریان استاد. با سپاس از مهرورزی ها. بعدا روش حرف میزنم. حالا یه فال بگیرم ازش. میگه شراب نوشو رها کن حدیث عاد و ثمود. البته این شرابی که حافظ میگه خیلی معنویه. آنه این میگه در طریقت رنجش خاطر نباشد می بیار. مهدی از دفعه بعد میگن یکی از بهترین دیجی ها بیاد اینجا. اصلا نمیشه به یه موزیسین استفاده کنه. واقعا اصلا میاد غرق ماجرا بحث میکنه. یعنی کار تخصصیه. این همه دیجی خوب این خور بعد دیجی میخوام تایملاینی باشه ولی فکر کنم یه دیجی بهتر تایملاین باشه. میذاریش بشنویم تیکه نه دیگه الان گوشش بدیم. شارژش هم داره تمام میشه. چند دقیقه رفته؟ میتونی بفهم چند دقیقه رفته؟ قد 50 خورده ما اصلا زیر یه ساعت راه نمیده. تا که سلام علیکم یه ساعت بشه عاشق چشمات شدم عاشق شدم مگه چشه نظرم باهات باشم هر جا بگی میخوام بهت بیام انقدر بهت بیام با یه نگاه دلت بره برام نمیتونم اصلا تواری که هستم حتی یه لحظه دوون بیارم یا رد شو منو بلد کن منو فقط تو هوا جفزه حتی یه لحظه دیگه نمیری که از فکر و خیالم دلم میلرزه منی که فقط با تو آروم میگیرم هوا چه حبسه حتی یه لحظه بیرون نمیری از تو خیالم چه کاری دارم من میخوام باهات باشم هرچی که میخواد بشه عاشق چشمات شدم عاشق شدن مگه چشه
چشمشو